با کف دست نگاه میکنیم، آرام میشه، خودمون در بین معینه سر میگیریم، از تقدیر راضی میشویم، پناه با سوی خدا میطلبیم، با نام خدای بخشنده سر میکنیم، پاها را کرسنه میکنیم، یک حالت عجیب آرامی را میدراییم و چشمای خدا به عباره آنکه من میتوانم نیروهایم رو به دست بگیرم، آنها رو درست استفاده برم و آنها رو ضم کنم. پس از این برمی‌آید که باید شما این چیز بسیار دقت دهید، بسیار با یک اندیشه باشید، اندیشه کنید در مسئله اون که کدام قوه ها رو دارید. مثلا بعضی ها دارن در مسئله اجتماعیات پدر و مادر بسیار وقت کوشش میکند که فرزندان خود را با یک راه درآورد. اگر پسری خیلی بفهم باشد این استفاده میبرد و سبب آن میشد که زندگیش بسیار پایه های آن میسازد و باز از آنجایی سر میکند که پدر و مادر او سر کرده بودند. ولی اگر این قوه را نفهمد، این نیرو را نفهمد، این خدادادی را نفهمد، سبب آن میشود که پدر و مادر قوتشون کم میشود و امکاناتشون کم میشود و فرزند به خدا حواله میکنند تا آنکه میفهمد میسازد بسیار مشکل میشد. ولی کسانی هستند که میفهمند سر وقت که چی نیرو، چی قوت، چی امکانات دارند، اونا استفاده میبرند. بسیار بینید اگر ناموس میکند از یک کسی یک چی پرسیدن، جوان است ولی ناموس میکند، میگوید که من انا همین کارم است یا مشکلم است، سبب است که من خودم و خودش قوت نمیکند. چون که بسیار کارهایی هستند که آنها رو در دست جمعی با تیم کمانده اجرا میکنند و خود عائله، خود جوره ها، خود همصنف ها، خود همکورس ها، هم خدمت ها، خویش و تبار، هموطن، هم ملت، من انسان هایی که یک عقیده دارند، یک چیز میخوان، اینها کمانده هستند. برای همین زندگی آدمی که در کمانده هست آسانتر است، چون که آنها کارهای یکدیگر را بود میکنند. پس دائم بدانید که جمعیت هم چنین آباد میشود. اگر بدن ما رو بگیریم که 100 تریلیون حجره دارد، هر یک حجره او بر راست خودش بگوید که من این خیل میکنم، چه خیل گرده مثلا به گردش خون، چه خیل جگر به گرده، چه خیل مثلا معده به لیمفا، یعنی که خون سفید. چطور ما اگر بگوییم معینه سر به کاری روده ها کار کرده نمیتوانند. اینها از یکدیگر بسیار وابستگی سخت دارند. در یک جایگی اینا را سیریش میگن. ما هم همینیم. ما باید در زندگی کمانده خودمان داشته باشیم. چند کمانده که نیروهای خود را درست استفاده بریم. اولی که ما با باطن خود وارد میشویم، چشمان خود میپوشیم، ما جسم خود میبینیم. این تنه ما و شما است. یک سوال به خودت بده. آیا من درست استفاده برده ایستادم بدن خود را؟ آیا من برای بدن زندگی میکنم یا که بدن در خدمت من است؟ آیا من میتوانم خودم را بگویم که مالک النفس خود هستم؟ امیر نفس خود هستم؟ البته بدنم مانند یک کودکی که میخواهی تربیت کنی و مقابلت میکند، بدن هم مقابلت میکند. ولی چون سیستماتیکی دایم منتظم کار میکنی، بدن آهسته آهسته گپگیر میشود. داده به حالتی که شما رو فرا میگیره. و شما میتوانید قوای جسمی خود را درست استفاده برید. بدن را تربیت کنید. بدن را در زیر فرمان خود بگیرید. و بدنتون را دوست دارید. نگاه و بینش کنید. که این قوایی که شعور کیهان و دست طبیعت و پدر مادر داده است، آن را شما درست استفاده برید. این قوایی که ما و شما داریم قوای احساسی است. ما رو برو میشویم در درون خود به چی؟ به غضب، به کینه، به نفرت، به ترس و هراس،
و ناباوری، یا که ما طرف دیگری آن را ببینیم که در باطن خود ببینیم مهر، بخشش، همدردی، خیرخواهی، امید، باوری، محبت، انتظاری کار خوب. پس ببینید که در کدام حالت احساس شما، نیروی احساسی شما استفاده برده شده است. و احساس رو ببینید، اگر کار رو با ذوق و شوق بکنید، همه وقت بدن شما همراه شما می رود. بدن شما حلاوت می گیرد. احساس دایم دستگیریت می کند. آفرین، آفرین، خداوند خودش گفت احسن بر تو چون آدم ساخت. خودش را احسن گفت، چرا که آدم بسیار مرکب است. تمام آفریده‌اش را خداوند در مغز سر آدم جا کرد. عرش خود را در مغز سر آدم جا کرد. با همه دارایی‌اش. برای همین فرشتگان نتوانستند که معینه سر آدم بسازند. خودش ساخت. پس نیروی احساسی خودتان را بدانید. انسان خودش احساس است، یعنی مهر است. از روی مهر خداوند ما را آفریده است. و اگر شما امروز بتوانید مهر را در خود پرورش کردن، بخشیدن، همدردی و خواهش نیکی به دیگران داشتن، بدانید که مهر شما دائم در شما در نشأ و نماست و احساساتان مثبت است و همه وقت خودت میگویی آفرین، این کار کن، اون کار کن، دستگیری میکنی. و سوم قوای عقلی است. اگر تو حال و عقلت کم باشد نسبت بعضی دیگران، یعنی اونقدر جهان رو فهمیدنت یا کسب کار نداری، بدان و آگاه باش کسانی هستند که آنها تو را به یگان چیز کمک میکنند. عقل ها را البته عقل ها یاری میدهند. برای معلم است، استاد است، پدر و مادر است، کسانی است که میآموزند، درس میدهند. و هیچ وقت بحث نکنید از آموختن، چون که همه دارایی که انسان امروز دارد و شریعت دارد از روی عقل است. و هر خلقی که حالا با عقلانه زندگی کرده ایستاده است پیشرفت دارد. برای همین عقل را پیشرفت دولت گفتند. عائله هایی که صاحب عقلند زندگیشون دیگر است البته. پس بدانید که عقل شما قوه‌ای هست که دائم غذا می‌خواهد. دسترخوان او کتاب است، مسجد او کتابخانه است، غذای او خواندن است، ملای او معلم است. پس عقل خود را دائم انکشاف دهید و چون دانش شما سیستماتیکی شد کسب می‌شود. کسب شما را با آداب می‌کند. چهارم قوه می‌آید، قوه فرهنگی، قوه روانی. خیالتان بزرگ می‌شود. در خیالتان شما چیزهایی را می‌بینید که می‌خواهید داشته باشید. مقصدهای خود را در خیال نقشه می‌زنید و آنها را با تن، با احساس، با عقل عملی می‌کنید. دائم که انتظار کار خوب هستید. باوری دارید. و البته وقتی که شما 4 چیز را به دست آوردید، پنجمش می‌شود. جمعیت شما را قبول می‌کند. مردم شما را اجازت می‌دهد که شما منبر داشته باشید. شما مهنت کنید و جمعیت پیش برید و مردم منفعت آور باشید. و شما از جامعه نعمت‌هایی را استفاده می‌برید که برای شما لازم هستند. یعنی مال و پول، خانه و در، زندگی، عائله. و شما را دوست می‌دارند چون که شما منفعت آور هستید. و چون این آدم وقتی که جامعه او را تراشید، تیار کرد، خاراکترش دیگر می‌شود. خاراکتری او دیگر می‌شود. یعنی که طبیعت او رام می‌شود. و شما می‌توانید طبیعت خود را با خود رام کنید. آتش خود را پست کنید، قهر خود را، تنبلی خود را برهم زنید. فکرهای خود را شما سمت بدهید، ناترس و دلیر باشید. و البته به شکل اتوماتیکی هفتمش می شود که این خدادادی است، خریزمه. خداوند دوست می دارد کسانی را که بالای خود کار می کنند، برای مردم منفعت آور هستند، با اندیشه هستند، با مهر هستند، بدن خود را امیر هستند.
و البته این تحفه عمری با برکت است. تحفه است که خداوند خوشبخت می‌گرداند. پس با احسان خوشبختی آهسته آهسته از این حالت چشمان خود را می‌گشایید.